بچه احسن چنار. برای چی ایس گذاشتن؟ یو هر روز همین تخت میزگارم. رفتیم میگی. ما بچه که حسن چینا را دیده. ای برو دیگه چی میشه بالای اولی خیمو؟ بخیر نگم نه در کورنس برو. توبه کودکای حضیره دام حیرونی. ای پشتی بچه حسن چینا بیزور کدنه. بیزور مای رنگ روش. خمیر ای وقتش گذشته ایرا بین. اوه اپا این خمیر چیکار میکنی؟ میخریم همسایه دا تقسیم میکنیم. چه خمره با مریا دسترخوان دیگه بگی بیا. حاضر اپا. تیز خب دخترونه بگو بیانی خمیر روز کنیم. اپا سنوبر. او اپا سنوبر. خمیرم ترش شده. این روزا به چه خیلی دایی بهار تیز فر میشه. همسایه سلام علیکم. بیا همسایه بیا. آزانا که خوب سوزی نزدی بر وقت ترک نمیگی اخی. میکنی درست میکنی ایرا بیت خمیری نمیدونم بکنم یا روز کنم. هی دستم باز شوشتم اومدم. شوشتی دستم؟ سرکه که ایده خدا آی سری گفت مرا شرمنده میکرد. اینا من گفتم ایده نوروزه. کلچه میده میکنیم. کلچه میده هم طرف خوشیده یاد گذشته کمتر چی؟ علاوه در اومونان یک تشه بگیم. این بخورای. هم ترک رو بگیره در اوده بنده مگرم. دسترخوان در کجا پرتم اپا؟ بیا دخترو بیا تست بیا. کجا شدی مفتونه کجا شدی؟ اومدم. تست بگیرید را روز کنیم. ای همسایه ایقه کلچه بسیار خیلی دهیم. هیچی گب ندارم میخریم. هموزی حالی هموزی خیلیسته که ایقه کلچه را تا چکورش میکنی؟ میخریم نوازی ای روز میگینه که میخرن خرسان میشه. وزی دخترو این کلچه را روز کردیم رنگ یعنی کلچه روز کنی یا نکنیم با مرا. چپان سکلو را بگیر بریم یک مایده پودینه بچینیم. دختر رو بگیریم تست تست. این قبل طلاق یک قبل کلچه همسایه را تقسیم کنیم. ولی ها بخیر برای دختره که جمع شدن. یکم سهر خراب یکم آخوتی خش رو که بیار دختره خود توی کلچه را مروز میکنیم که تیار میکنیم. یکم آخوتی سهر دسته که دختره خود بخره. چی تیار کنم؟ اینا کبودی تر تازه بهاری هم رویدن. ای همه خوبش چگلدک تیار میکنم. عجیب بوی خوش داره. با این کبودی ها چگلدک ما حتما با مزه میآید. تا کلچه و فتی را میپزم که چگلدک ما هم تیار میشود. آسیا بیا دختر جان آب ریز من کبودی را بشون. ما کبودی را میرم ریزه میکنم تا آرد بختگی نیاش خانه بیار نیدی. خب بهار آمد گلی سوسن قطار آمد نگفتم وقتی کار آمد بی خوبترش بای نگم که اینا سراینده نمی برویه ریزه کدایی را با طبق میگیریم. با عرض ریزه کنیم که همه مونده برسه ولی هم قدم ازایی میآید که
اومدم در دخترم صدقه اول آب شیرگرم میریزیم نمک ilave میکنیم برای کواک با مزه آمدنش حتما خمیر ترش ilave میکنیم. بعضی ها هستن که چگلدکه تیز شد دوست میدارن به همون خاطر کم ترک قرنفری کوفته شده میاندازیم. دو تا تخم دیگرم همراه میکنیم. همه خمیر چگلدک هم تیار شد. اگر کبودیو را همراه میکنیم. آسیا جان جان یا چه دسترخوان بیار بالا شب بپوشانم. بیار دختر جان بالا شب پوشان که دستای نبری خمیرم. ای کم تبزن کبودیو بوندگی شب برم ولی اتلا میکنم. این خمیر نه بعد 10 دقیقه تیار شده. آمدیم جانیه چه روغنم تیار شده. تو برای طبق کفکی را بیار. و چجا ها خوابامازه میتونن که تستر بپزه؟ بازی بپزم؟ اول چه خودت میخری؟ مالا چجان تست بردارنشون گشته مونده. اینه برداشت تستم جانیه چه. آسیا جان؟ مبارو چجان؟ برای نوروزی را یکان شعر از یاد کدام؟ کو بخواندش کنم؟ نوروز شد جمله جهان گشت معطر از بوی خوشی لالا و ریحان و صنوبر. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد، لباس سبز را صحرا بسر کرد، کلاه سفید آلو بسر کرد. پس از باریدن باران نیسان چیز بای است همه دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گلپوش آمد، دیدی ما بچگان در جوش آمد. واقعا بپزن جانیه چه الهام شعرخوانی آمد. و شعر به خانم گوش میکنی؟ مایلش ما گوش میکنی. نوروز بهار آمد، خندیدن گل آمد، با چهچه بلبلان با صوت هزار آمد.
ای صبحی فرح آمیز، ای غنچه از خواب برخیز، باران بهاران تیز بر دشت چمن ها ریز. عالی ها رسید نوروز، 100 تا قدمش گلدوز. خوش آمده است امروز، نوروز عالم افروز. چجور شعر خودمه؟ جانیوچه ایره همین سحر نوشتم که با جشن نوروزی را تا از یادش کنی. من یه را سری دسترخوان میبرم تا ایو را تازه کن. هم کبوی خوشو داره. کمی چگلدکای پختگی من یک تشه بچشم. مغزشون چخیل باشه. به حد بمزه. آسیا؟ کلگان چورا بیا. درمه بیا. ما در لالیچه ها میمانم. تا بر دستر دسترخوان بمن که مردم صبحانه بخوره. اولی بیست ایشانی پر کنم. اینه ببر دختر جان میاره دستر دسترخوان بون. چه همسایه آمدن؟ خیرات که بیا دختر واسه بیا. بیا خوش اومدین بیا بشین کچرا روز کنی. ایدمش یگام فاتیره کنیم میگم قشکر رو کنیم. چی ولی مایلش بازی همین در روز کنی یک فاتیره میکنه قفوش شکر رو میکنیم همه قصه قطعی دختر رو میکنیم. روز کنیم که کلچای بیزه بم نمیفوره خمیر بیه چخیل خمیره شروع شده خیلی همسایه ای بخدا همین رنگی همین خمیرای اوچه مرا کردین همسایه همین اوچه ما همین میشورید اول تنکچه میکرد پشتی تندرم گرمای گفته نه سوزه ها همین گرمیش خدید تنکچه کنم بعد تنکچه گیردچه با کلچه با فاتیر همین روزی دروز تا بگه خمیر میپختیم کاش که بخریم امورا آبوش ناپریده همون روز تقسیماتش میکردن هموزی من همین خمیر خریدم خطیمه جان کرده است که برای چی تیق خمیر بسیار کرد خب من نمیفورد تو دی خونه همسایه میره و اودم میبینه با امید میشه با امید میشه میگه همسایه رو نگرم بخته خونه رو این نکرد چی نمیکنه هم طریق همسایه‌گری همیه با ابیت من آشی توپا کنم آشی بهاری اقا تقسیم کنم گفته استم که هم دخترها گوز ما میکل چورا روز کنین نه مورای وردم کنین تو پختنی مورا برین یک عدد پودینه بیارین بناشه خیر نتونست استه دیده استم که با نداری خیر از مورا وقتشی یک دو نفر بود چه خوندی رو بتصفم اونگی تو الان میسوزد ما تیارش کنیم توبه صدقه اوچم شم اکو دختری کالونیش در پیشه نمیگه که خبرم هزمورا بگی الو که من در همی کاری هزم الو با مرا فقط کش که همیزورم با همی هزمو برسن همه کار با گردنی ما در اینجا ولی ما بوی دود میکنم هیچ جا نمیتونم رفته دیگه یک عمر میگم برای هیزم که برای الو که خجا میشنم نمونده پیش نخته رو بشنم که چند؟ چی؟ پچر داری؟ هیچی نمیگم مچاو کرتم هایدوزانده بگیرم
الهی ترا صفای کرد تاثیر نکنه. تو بکدم یک گله کلچه را میشورم میپزه به همسایه را تقسیم میکنم میگوی به همسایه را مو کفیله. بازی برداری خانم چند قرن پولینه چی میبریم پولینه میگیریم باید این بختاری ما رفت کنم همین جفتیم. ها تخمینه قطی برای موچه؟ همین دختر رو همین قطعا خونی از همسایه یا جورویشون میکنی بازی بر نگاه که کاری میرسه. قطی کی برای؟ قطی تخمینه. تخمین تو کار نداری میره ما؟ اشلاقی خمان پینجای کو اینجا میدونیم ما. این همی روای زهر برای نمی کنم میگه چی میگن چه همینجا پوری پودینه مالش همین خریبکی خیزیم خلاص شید خیزیم بگیریم چپون پودینه های چیزی که یفتیم بچینیم بیاریم. خب بچه جون میدونی چی؟ خواهر جونا شما او طرفا پودینه چینیم بیین؟ یک گپ فهمیدم راست باشه میگن نوروزی بچه حسن چینور ای خوندن آمده ای دخترا چی با همون حسن چینور نوم میگن؟ البستین من میدونم اوچم یه وقت نقل کرده بود گفت که در قشلاق در وقتش در کش مچید یک چنوری کلام بده اکای حسن خچ زور میگیره طوری چینور بریده میبرویه که دیگه فروماده نمیتونه اهلی مردمی قشلاق فریاد میکنه که بیاین مرا بفرورین اهلی محله میوین اکای حسن ای چینور میفرورن ای همون روز اعتبارن اکای حسن در قشلاق حسنی چینور میگن میدونین دخترو نگاه کنین ایره بینین دخترو بازبند و گلوبندی و چمای ما ایره با جوی گرفتم و چم آوردم شما در نشان بتم ما در نوروزی هم یارو میکنم ای بچه همو را نگاه دارن ای بخزین گلوبندم آی گلوبندت کجا شد؟ دخترو شما را دید که مرا مادرم جنگ میکند همه ایلش میبینیم بچه ای همسایه
میگم باز و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست روی مالی سرم شما توقی زرم شما یار بازو بندم را بده بازو بندم را بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده روی مالی سرد از خدت باقی زرد از خدت یار بازو بندد به من است بازو بندد به من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد به من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد به من است بچه‌ای همسایه میگم بازو بندش را بده بچه‌ای همسایه میگم بازو بندش را بده بازو بند و گوشوار گل و بندش را بده بازو بند و گوشوار گل و بندش را بده دختری همسایه میگم باز و بندش بمانست دختری همسایه میگم باز و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست چی میخوایی زی من راج مده پیش بیرم از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم بازی بندی مادرم بازی بندم رو بده بازی بند و گوشوار و گل و بندم رو بده بازی بند و گوشوار و گل و بندم رو بده در شاخه دل جاشیده است میوه عشق تو در شاخه دل جاشیده چه کنم جان شیرینم باز و بندد به من است چه کنم جان شیرینم باز و بندد به من است باز و بند و گوشوار و گل و بندد به من است باز و بند و گوشوار و گل و بندد به من است بچه‌ای همسایه میگم باز و بندش را بده بچه‌ای همسایه میگم باز و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده دختری همسایه میگم باز و بندش بمانست دختری همسایه میگم باز و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست حالکی لبم از شما محتاب شبم با شما یار بازو بندم رو بده بازو بندم رو بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم رو بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم رو بده حالا که لبت نصیبه باشی تو اگر حبیبه یار بازو بندد به من است بازو بندد به من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد به من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد به من است بازو بندم رو بده یار دل و جان تویم بازو بندم رو بده یار دل و جان تویم عاشق
روی تویم یار غزل خوان تویم عاشق روی تویم یار غزل خوان تویم عاشق روی تویم یار غزل خوان تویم عاشق روی تویم یار غزل خوان تویم عاشق روی تویم یار غزل خوان تویم عاشق روی تویم یار غزل خوان تویم بناشه هیچ چیت بگم تو اولی امیا علاوه در نداده مکیم کار بودم بیا سنابر بیا همسویاکت دیدی با امید ایوشم اینمی خیلمون دای حلوه و شیش دای با من مکی مکای بیو ایرا وقتی تاری نمیپرتن ایرا کتا میپرتن که چکدون تاس بگیره ببرو ایکشم ببرو که دل ما تنگ کردی ببرو برسه یکون کوری دیگر کن خطی دختروی کلون کدگیم چکو میکنه ای خیال یاد میگیرن یوشن همین هممون هم خیلی بدیم یوشیای ختم بیاتون است یوخی ازنک همین همسایه یک میگن میخندن میگن همین وقتی عروسیش ده اومدگی دخترک یوش دختری ایرکه ای همسایه پس گبزم دخترها میگه پورا نشنم من یاده نمیگم که من هم نمیتونستم ولی گپمون بشنون کو یا بورا دیگه نمیگیرن ولی یاد میگیرن اگه خدمت بالور هده گونه نمیتونست باید است چکدون علاوه موندیم چکدون ترقص میکنه علاوه اومد خشتومانم چخیل جنگم کرد ای خدمانم کلندار بودیم مهماندار بودیم همین اوچم یاردم میکردیم چقه میشیدیم یکون وقت نونو را بیزه میکردیم بجو میکردیم یکون روز ای اوچم پنوی خمی کرده همین خیلی یاد میگیرن میگه تا یک قشلوق حزبه میگه علاو کدی خودت برد او چکدونی گفته که خود علاو تمام این تا خوزی تیار میشه این چکدون هم که چکدونی خشروی است که اگر ما بچه حسنی چنو را نمیگیرم نمیدود اگر امو گلبندی اوچمن ولی اوچم توی بدایی را میدازه ما او را در ده حیوب نمیگیرم های بودیدت گرد نشده قدر سوی خونده نه دیلم گرد نمیشه اوچم کنم قرم کرد با اوچم نگو که دیلم را کتیمو نمیبره ولی بایو پختن نپختن فقط دیر کردیم خمون تست بشوی باره
میراث فرهنگی نیاگان ما تاجیکان است که معنای روز نو، روز زندگی نو، روز عدل و اعتدال، روز بخشایش گناه‌های یکدیگر و روز آشتی را دارد. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. من در بالای طاق شعر میتونم بکن؟ بالو روی چی میگه صنوبر؟ کو بخون گوش کنیم؟ خاله جانم طاقی دوخ، بحری منو باقی دوخ، با رشته ها هزار دوخ، از شام تا سحر دوخ. طاقی ما رو دیده، چیوش رو پرسیده، شدم بگفتا جلا، دست خاله جان تیلا. آفرین دیدی دست خاله جان میگه تیلا. دیدی چه خیلی شعر خوش رو خواند. همین دادم همسایه همین امروز که همه کارا در گردن خود چی؟ هیچی نمیکنه همسایه. داری همسایگی همین زمستانی درست در درون خانه شیفتیم خیمیه دو جمع شدیم میزنه خب پخته چی تک کردیم ها دیگه همین تا دیگه یک از قطعی نمیرسیم میخونی که ده هرچی گرمی شد شکر که با بخوری نو رسیدیم خدا را شکر هزار بار شکر و نای خدا خوش دولتی آدمی که بروی بخور برسه همین آدمی هم چیه وقت های روزای گذشته سی این دخترتونه بینید دخترهای کپه کلان شدن همسویه همین دختر تیز گپ زد دیل ما کفونی همین زنی بابی چنار در همسایگی ما هم که نزدیکنه او طرف میشناسم شما همین یک گپ شنیدم که بچهش کجایی ده میخونده اومده اصلا چنار ها بخیر بوار میکنی همسای ای دسته ایره من روز ندارم ای چی بکن بو خفه نشه نمی کم گپ شنیدم که بچهش اومده یا همین دختری کلانیش بوده خواستگار بوده دیلی زهرو همین او ایسویای ما رای دیوال میتروشه چه خیلی دختری ما را کلین میگیرد همین چند روز ایده دووی نکدسته بفکرم این روزی بچهش اومدگی بچهش گفته که هم دختره که محقول کدم خی یک هم ترک ایسو تا نگاه کن تیاری تا بین بفکرم اومدنی های نی اهمیت بته چند روز اولوش نبرامدی سه این بچهش اومدگی چی گپی هسته تو با ما میگم که چی بایی همسایه داییم با هم بیتم یک زشت خوش رو سلام علیک نمیکرد بایی تا ای ته دیل در اومده مرا پرسیده سته ای هم خیلی دل نیت داشته یا همه خیلی دل نیت دارن همین بچه خودش اومده گفته که همین را بتیم همین را میگیرم همین دخته محقولش بده زنش زنکی خدای همسایه کو بچهش هم بچه خدای خوندگی بچه خوشرو بچه بمعنی خیلی مهم که همین جوان ها سوز بگیرن یک دیگر قطعی مراسا کنن خیلی تیاری تبینن نه که نگویی که من گفتم من همه خیش نویدم دکم از این قم کردی اول دیگه مرا دیگه شو خوب نمیبارم بگی خواهگانی شر که شکر رو بخوریم که اشتیام هاشت همسایه همسایه لبای همسایه لبای السلام علیکم و علیکم السلام سازی درستی کار برو خوبه اینقدر در خانه اینقدر چاقونچیری قد چینجه مرغکم خانه در اومده نه همسایه جا نباشه دو دیوش خانه در اومده باشه نه بیا ما این کارای ما همسایه جا همسایه ترسوندی این که جنجال پنجال نمیکنیم همسایه همین خانه به یک گلروس خوشرو بود است میخواهم که امروز خواستگاری کنم
ایدی نوروز بدست رحمت خوش آمدین همسایه خوش آمدین به خاطر عید نوروز من نمیتونم شما را ای دروازه گردونم بیایید الهی آمین با این روزهای نوروز دو نوجوان خداوند کریم کوشه پیر خوشان کند آمین الله اکبر شاهی من آمده نو شاهی من آمده آمدش گردن شاهی من آمده یک قد قامتش گردن شاهی من آمده شیرین تو زنده باشی شاهی من آمده گردن شاهی من آمده مایده مایده رفتن و شاهی من آمده صد پای پای چیندن و شاهی من آمده ساله را کج بستن و شاهی من آمده شاهی من